قانون جذب یعنی قانون عشق و طبق قانون جذب هر آنچه اهدا کنی دقیقاً همان به سوی خودت برمیگردد. در واقع هر آنچه دریافت می‌کنی با هر آنچه بخشیده‌ای برابر است. هر آنچه در زندگی بدهی بی برو برگرد به خودت برمیگردد. این قانون فیزیک و ریاضیات کائنات است. اگر به گونه‌ای مثبت اهدا کنی به شکلی مثبت هم دریافت می‌کنی. اگر اهدای تو به شیوهی منفی باشد آن را به صورت منفی دریافت می‌کنی. پس به طور مثبت اهدا کن تا زندگی سرشار از مواردی مثبت را دریافت کنی. تو در هر لحظه در حال ارائه افکار و احساسات مثبت یا منفی هستی و مثبت یا منفی بودن افکار و احساساتت است که هر آنچه را در زندگی دریافت می‌کنی تعیین می‌کند. همه افراد، شرایط و رویدادهایی که لحظه به لحظه زندگیت را تشکیل می‌دهد از طریق افکار و احساساتی که از خودت صادر می‌کنی به سوی تو جذب می‌شوند. هیچ رویدادی به طور تصادفی در زندگیت رخ نمی‌دهد. تو بر اساس هر آنچه به زندگی ارائه می‌دهی همانها را هم دریافت می‌کنی. ببخش تا به تو اهدا شود. مقیاس آن بر اساس معیارهای خود توست. افکارت خوب باشد یا بد، درست همان به طور خودکار مانند انعکاس صدا به سویت برمیگردند. افرادی که زندگی محشری دارند در مورد هر آنچه خوششان میآید بیشتر از هر آنچه خوششان نمیآید فکر میکنند و حرف میزنند. راجع به اخبار خوب حرف بزن، راجع به هر چه خوشت میآید حرف بزن و تمامی آنچه را از آن خوشت میآید به سوی خودت جذب کن. نکات اصلی قدرت. عشق ضعیف و ناتوان نیست. عشق یعنی نیروی مثبت حیات. عشق یعنی عامل هر چیز مثبت و خوب. هر آنچه دلت بخواهد بشوی، انجام دهی یا داشته باشی از عشق ناشی می شود. نیروی مثبت عشق می تواند هر چیز خوبی را خلق کند، موارد خوب را افزایش دهد و هر چیز منفی زندگیت را دگرگون کند. هر روز در هر لحظه تو انتخاب می کنی که عشق بورزی و نیروی مثبت را مهار کنی یا نکنی. قانون جذب یعنی قانون عشق و این قانونی است که در زندگیت اعمال می شود. هر آنچه به زندگیت ارائه دهی دوباره همان را از زندگی می گیری. اگر مثبت گرا باشی مثبت گرایی را دریافت می کنی و اگر منفی گرا باشی منفی گرایی تو به خودت برمی گردد. هیچ رویدادی به طور تصادفی در زندگیت رخ نمی دهد. تو هر چیزی را بر اساس هر آنچه اهدا می کنی در زندگی دریافت می کنی.